سلام خدمت شما عاشقان زبان عربی. ابوذر هستم، مدرس مکالمه عربی. در اپیزود دهم از سریال 15 قسمتی آموزش مکالمات پرکاربرد زبان عربی در خدمت شما هستم. امیدوارم تو این 10 قسمت حد اکثر استفاده رو برده باشی و به نکاتی که گفته بودم حتما توجه داشته باش که دفتر و قلم همیشه موقع دیدن ویدیوها همراه باشه و آموزش های منو بنویس. میگه قید العلم بالکتابه، قید العلم بالکتابه، ضرب المثل عربیه. میگه دانش رو با نوشتن قل و زنجیرش کن. وقتی مینویسی دیگه نقش الحجر میشه، تو حافظه بلند مدتت بهتر میمونه. پس حتما بنویس، تمرین کن، تکرار کن. سوالی هم داشتی میتونی بپرسی و من پاسخگو هستم. خب قشنگای من، در اپیزود 10 هستیم، یعنی 2/3 این سریال رو پیش بردیم، فقط 5 قسمت دیگهش مونده. اگه آموزش‌های قبلی رو ندیدی حتما ببین چون حیفه. و عزیزایی که بار اول دارن ما رو میبینن و میخوان آموزش عربی رو یاد بگیرن و مکالمه عربی رو یاد بگیرن، حتما چنل ما رو سابسکرایب و لایک کنن و زنگولش هم فعال کنن تا به محض اینکه آموزش‌های جدید رو گذاشتیم مطلع بشن و آموزش‌ها رو از دست ندن. خب در این درس قراره یه فعل خیلی پرکاربرد مکالمه‌ای بهتون آموزش بدم، هم تو عربی قطر، کویت، عمان، امارات و هم تو عربی عراقی. یعنی یک چیز جامع. گفتیم اختلاف لهجات زیاد نیست، فقط تو بعضی از کلمات. اینا مثلا جزء هموناست که بهتون میگم، اونم کلمش تغییر نمیکنه، فقط یه حرفش تغییر میکنه، اونم به خاطر نوع تلفظه. فعل میارم، بدون مقدمه شروع کنیم. فعل میارم به عربی چی میشه؟ دقت کن، تو فارسی و تو انگلیسی، تو همه زبان‌ها فعل میارم خیلی پرکاربرده. برات هدیه میارم، برات سوغاتی میارم، برات آب میارم، برات مثلا یک بنده خدایی رفته بود گفت برات قلیون میارم، برات آدامس میارم، برات کلیت میارم، برات محبت میارم، برات عشق میارم. هر کلمه ای که تو ذهنته میتونی با میارم بسازی. برات غذا میارم، برات نهار میارم عزیزم، جایی نرو، برات شام میارم عشق من. ببین چقدر کلمات میتونی بسازی. پس تا صبح من الان بخوام به فارسی با میارم برات جمله بسازم، میتونم جمله بسازم. پس به شدت فعل پرکاربردیه، همین الان خوب یادش بگیر. میارم رو عرب‌های کشورهای خلیج فارس چی میگن؟ قطر، کویت، عمان، امارات، اینا میگن عیب. عیب یعنی میارم. تکرار کن، عیب یعنی میارم. عراقی ها چی میگن؟ احسن به تو، عجیب. فقط جه تبدیل به یه شد. تمام قاعده ای که تو همین چند تا درس بهتون گفتیم. عیب، عجیب، عیب، عجیب، عیب، عجیب. تکرار، عیب، عجیب، عیب، عجیب، عیب، عجیب یعنی میارم. حالا ما همین عیب رو مثلا میگیم، عیب یعنی میارم. بقیه جمله دیگه اختلافش باید همین بود، عراقی و خلیجی همین بود، چیز اختلاف دیگه ای نداره. بقیه جمله‌ای که می‌خوایم بسازیم همش یکیه، هیچ مشکلی نداره. اینا میگن عجیب، اونا میگن عیب. حتی خود بصره عراق رو هم بیشتر میگن عیب. مثلا عراق تو بغداد مثلا بیشتر میگن عجیب. حالا فرقی نداره، میگفتیم اینو خیلی مهم نیست، هر کدومو بگی کار را میفته و متوجه میشه. عیب میارم، عجیب میارم. مثالش مثلا چی میخوای بیاری برادر؟ میگیم میارم. چی میخوای برامون بیاری؟ حالا میخوایم برای بگیم برات میارم. گفتیم میارم برای چی میشد؟ عیب. برات، برای گفتیم میشد ل یعنی برای. برات مثل مادرت که میشد امک، که باید بذاریم برات، میشه عیب لک، عیب لک، عیب لک. تکرار، عیب لک، عیب لک، عیب لک، عیب لک یعنی برات میارم. پس خود عیب یعنی میارم، مثلا شاید برای طرف هم نباشه، اما وقتی بگی عیب لک یعنی برای تو میارم. حالا چی برادر یا خواهر من، چی میخوای بیاری که اینقدر میگی عیب لک، عیب لک، عیب لک؟ خیلی ساده، برات آب میارم. مثلا نصف شبیه از تخت بلند شدی، برام آب میاری، طرف میگه برات آب میارم. برات آب میارم، اینو میخوایم به عربی برش گردونیم. میگی سخته بابا، آسونه، بزن لایک قشنگتو. برات میارم، گفتیم میارم چی میشد؟ ای والله داری. عیب برات، یک لک باید اضافه کنیم. برات به عربی همیشه میشه لک یا الک. عیب لک،
ایب لک یعنی برات میارم. آبم که عربی چی میشه؟ اینو دیگه ننه بزرگ منم بلده. مای، ایب لک مای، برات آب میارم. حبیبی ایب لک مای، عزیزم برات آب میارم. به همین سادگی. و کلی میتونی جمله بسازی. مثلا برات هدیه میارم. طرف رفته سفر، بعد پارتنرش بهش کجا رفتی تو بدون هماهنگی ما؟ خود بگه که از دلش در بیاریم. میگه برات هدیه میارم. برات هدیه میارم. برات هدیه میارم. میارم به عربی ای والله داری. ایب برات گفتیم چی میشد؟ احسنت. لک ایب لک برات میارم. هدیه به عربی چی میشه؟ خیلی کلمه سختیه اینا. هدیه شوخی کردم، خودش میشه هدیه. برای میشه هدیه، فرقی نداره. ایب لک هدیه. ایب لک، ما تو فارسی میگیم هدیه، عربا میگن هدیه. هدیه. ایب لک هدیه، برات هدیه میارم. مثلا برات هدیه میارم از ایران. ایب لک هدیه من ایران. من یعنی از کشورشو میگی. بگو برات هدیه میارم از هند. مثلا طرف رفته هند. ایب لک هدیه من هند. به همین سادگی. برات هدیه میارم از ژاپن. ژاپن رو عربا میگن یابان. دقت کن، به ژاپن تو عربی کشور ژاپن رو میگن یابان. برات هدیه میارم از ژاپن. اینو شما به عربی بگو. میتونی بگی آفرین داری درست میگی. ایب لک میارم برات هدیه من یابان. ترجمهش میشه برات از ژاپن هدیه میارم. خیلی قشنگ و فعل پرکاربردیه. برات صندلی میارم. گفتیم میارم به عربی چی میشد؟ طیب الله آقا جان. ایب براتم که لک. ایب لک صندلی هم که به عربی میشه کرسی. مثلا کرسی شعر میگن. کرسی شعر قدیما میرفتن زیر کرسی و خلاصه شعر و شاعری میکردن. ایب لک کرسی. کرسی تو عربی میشه صندلی. جمعش میشه کراسی، یعنی صندلی ها. ایب لک کرسی یعنی برات صندلی میارم. ایب لک کرسی. یا مثلا مثال های دیگه بخوایم بزنیم. ایب لک بطانیه یعنی چی؟ بطانیه گفتیم تو کلیپ های قبلی. احسن به تو یعنی پتو. ایب لک بطانیه یعنی برات پتو میارم. یا مثلا ایب لک فلوس، برات پول میارم. ایب لک محبه یعنی برات محبت میارم. ایب لک طفل یعنی برات بچه میارم. ایب لک سیاره، برات ماشین میارم. ایب لک ذهب یعنی طلا، برات طلا میارم. ایب لک صوغه یعنی برات سوغاتی میارم. ایب لک قمیص، برات پیراهن میارم. ایب لک ملابس، برات لباس میارم. ایب لک منشفه یعنی حوله، برات حوله میارم. ایب لک صابون یا صابونه، برات صابون میارم. شامپو برای میشه شامپو، مثلا شامبو میگن. مثلا ایب لک شامبو یعنی برات شامپو میارم. ایب لک غدا، برات نهار میارم. ایب لک عشا، برات شام میارم. ببین چقدر میتونی با جمله بسازی فقط با همین کلمه ایب لک. اما یک چالش اینجا داریم. ایب لک مفتاح، اینو میخوام برام ترجمه کنی و توی کامنت ها به فارسی برام ترجمهش رو بنویسی. ایب لک مفتاح این یعنی چی؟ خیلی هم ساده و روون. اگه اینو دیگه نتونی ترجمه کنی دیگه با من حرف نزن، ویدیو منم نبین، راضی نیستم. ایب لک مفتاح یعنی چی؟ راهنمایی. بین دیگه بزرگی راهنمایی نیست که دست بیره والله. و اگه میخوای 0 تا 100 مکالمه عربی رو یاد بگیری و تو کلاس‌های بنده شرکت کنی، چه کلاس‌های آفلاین ما و چه کلاس‌های آنلاین خصوصی تصویریمون که فیس تو فیس برگزار میشه، میتونی به شماره‌ای که برات گذاشتم توی واتساپ پیام بدی تا شرایط کلاس‌ها رو برات خودم شخصا ارسال کنم. راح اشوفكم في جلسة القادمة. مع السلامة.